من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. جناب استاد میشه برای ما بگوین که چرا وقتی که هدفتان اصلاح نفس بود یا تزکیه بود میتونستین عنوان برنامه را بگذارین اصلاح نفس یا بگذارین تزکیه؟ چرا زلال ایمان عنوان برنامه را انتخاب کردید؟ سوال شما از این موضوع که چرا زلال ایمان انتخاب شد و تزکیه نفس نگذاشتیم، گرچه به هر حال ما هدفمون همون تزکیه نفس هست، بله. اما موضوع بحث تزکیه، وقتی که ما از تزکیه صحبت میکنیم باید یک معنا و مشخص و مفهوم مشخصی داشته باشه. تزکیه هر کسی برای خودش از تزکیه یک تعریفی داره. یک به هر حال میاد و به یک روشی، به یک سبکی، به یک برنامه‌ای میاد و این رو برای ما مطرح میکنه. آیا میشه به هر اسمی اعتماد کرد؟ آیا میشه به هر حال روش و برنامه اعتماد کرد؟ نه. اون چیزی که ما رو به ایمان خالص میرسونه، اون چیزی که ما رو به ایمان صاف و زلال میرسونه، اون مراد ماست. به همین خاطر ما سعی کردیم که بیایم و این تشنگی و آتش خودمون رو در میدان تزکیه و اصلاح با ایمان سیراب کنیم، با یک ایمان زلال، با یک ایمان خالص. ما بعد وقتی میتونیم به هدف برسیم که از ایمان زلال یا از خالص ایمان سرچشمه گرفته باشه دیگه، اون موقع اونی هست که ما رو سیراب میکنه. همه ما تشنه ایم، همه ما انسان ها واقعا وقتی که خودمون نگاه میکنیم، هر جوانی، هر پیری، هر شخصی وقتی که میشینه با خودش خلوت میکنه، با خودش و کلاه خودش رو قاضی میکنه، وقتی به خودش نگاه میکنه، وقتی جلوی آینه انسان میسته و در آینه به خودش نگاه میکنه، نه به ظاهر خودش، به اصل خودش، به شخصیت خودش، به نفس خودش، به باور درونی خودش، اون موقع خودش درباره خودش قضاوت میکنه. وقتی ما این فرصت تفکر رو به خودمون میدیم و خودمون رو از این فضای شلوغ اطراف که الان در زندگی های امروز با این همه به هر حال مشغله هایی که به وجود اومده ما میایم، وقتی که از شهر خودمون رو میکشیم بیرون، از دیار میکشیم بیرون، میریم به دامن طبیعت، میریم اونجایی که فطرت هنوز سالم مانده، میریم به اونجایی که هنوز اصلها همون گونه‌ای که هست باقی مونده. سعی میکنیم ما هم برگردیم با رفتن به دامن طبیعت به اصل خودمون. فرصت بیشتری در طبیعت اینجا میشه انسان با در کنار اون جمال و لطافت اون طبیعت، وقتی که در کنار یک چشمه زلال آبی هم قرار میگیره، یک نهر زلال آبی، و میخواد درباره ایمان صحبت بکنه، درباره ایمان فکر بکنه، وقتی که نگاه میکنه آدم به روح خودش که نگاه میکنه احساس میکنه و باور میکنه و یقین پیدا میکنه که خیلی تشنه است، خیلی تشنه است نسبت به یک احساس، خیلی تشنه است نسبت به یک باور. آرزو میکنه کاش یک احساسی در وجود من ایجاد بشه که من از رابطه خودم با الله تعالی لذت ببرم، من از این رابطه انرژی بگیرم، از این رابطه رنگ بگیرم، اینقدر دیگه با هر بیدی مثل بیدی نباشم که با هر بادی بلرزم، این گونه نباشه که در زندگی هر مشکلی که اومد من رو کلا متلاطم بکنه، من رو پریشان بکنه، من رو نگران بکنه. انسان وقتی که زندگی اهل ایمان رو، بزرگان رو و پیشوایان ما و مقتدایان ما رو در ایمان میاد بررسی میکنه، قبطه میخوره، حسرت میخوره که چرا من نمیتونم مثل اینها باشم. این تشنگی و این آتش رو ما با ایمان میخوایم سیراب بکنیم. همه ما تشنه ایمانیم، همه ما نیاز به ایمان داریم، همه ما محتاجیم به ایمان و مسئله ایمان برای تمام انسان‌های روی زمین بلا استثناء، هر انسان روی زمین مسئله رابطه او با ایمان مسئله وقت فقط. هر انسان روی زمین یک روز ایمان میاره بلا استثناء.
چه بخواد چه نخواد. و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. هر چیزی در آسمان و زمین برای الله تعالی میفرماید چه بخواد چه نخواد تسلیم شده هست. اون کسی که اعتراف میکنه به این ایمان و تسلیم شدن، اون که قبول کرده با طیب خاطر، اونی هم که اعتراف نمیکنه غیر مستقیم معترف به اون نظمی که الله تعالی در عالم گذاشته، قوانینی که الله تعالی در عالم گذاشته، سرنوشتی که الله تعالی برای بندگان تعیین کرده، مجبور بپذیره بخواد یا نخواد. استادشان ابلیس پذیرفته، همه باید بپذیرن. اون استادشون به قول شما ابلیس که اعتراف کرده به همه اینا اعتراف هم داشت، تمرد کرد. و از این عجیبتر هر انسانی ولو اینکه اصلا معتقد به وجود هیچ خالقی در عالم نباشه، بگه آقا دنیا تقی به توقی خورده و وجود اومده دیگه، همینجوری ما هم که به هر حال میمون بودیم، بعد بزرگتر شدیم، گوریل شدیم، بعد بزرگتر شدیم یک حیوان دیگه شدیم، کم 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 آدم شدیم، انسان شدیم. حتی همین انسان ها، حتی کسی که هیچ اعتقادی به وجود خالق نداره برای دنیا، در لحظه مرگش یقینا اعتراف میکنه. بزرگتر از اینا اعتراف کردن. فرعون، اونی که میگفت انا ربکم الاعلی، اونی که در عالم ما الان میبینیم آثارش رو، فقط کافی یک نگاهی ما بندازیم، یک سری اگر کسی نمیتونه حرکت کنه بره مصر و اهرام مصر رو ببینه، بره تصاویر اهرام مصر رو در اینترنت پیدا بکنه، بره فیلم های اینجا رو نگاه بکنه، بره از اون آثار باقی مانده تمدن فرعون و فرعونیان، تمدن چند هزار ساله مصر دقت بکنه. فرعونی که میگفت من خدای زمینم، فرعونی که این همه ظلم کرد و تجاوز کرد، در لحظه مرگش الله متعال میفهمد، اون لحظه‌ای که داشت غرق میشد گفت آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، من ایمان آوردم و اعتراف میکنم که خدای جز اون خدایی که بنو اسرائیل بهش ایمان آوردن وجود نداره. تو هم نگفت یعنی آمنتو میگه، گفت ایمان آوردم، گفت ایمان آوردم. اما این ایمان اون لحظه دیگه فایده نداره. همه ما ایمان میاریم، همه ما باید ایمان بیاریم. مسئله پذیرش یا عدم پذیرش ایمان اختیاری نیست، فقط مسئله وقته. همه ایمان میارن، اما یکی سر وقتش ایمان میاره، یکی دیر ایمان میاره. یکی سر وقت دارو بهش میرسه، نجات پیدا میکنه، زندگیش رو ادامه میده، یک آب زلال بهش میرسه، این زلال ایمان رو نوش میکنه و زندگی خودش رو با لذت ایمانش ادامه میده. اما یکی این دیر بهش میرسه، این زلال ایمان در آخرین لحظه که جانش داره میاد بیرون بهش میرسه که دیگه فایده نمیکنه. موقعی که جان میاد بیرون دیگه بس فایده ای نداره، تموم شد دیگه، دیر رسید به این ایمان. اما مسئله ایمان برای همه ما فقط یک مسئله وقته. ما با ایمان خودمون رو رشد میدیم. همه ما جانمون رو دوست داریم، همه ما به دنبال کمالیم، همه ما به دنبال حفظ جان و نفس خودمون هستیم، همه ما به دنبال جاودانه شدنیم، به دنبال ماندگار شدنیم. الان خیلی از انسان‌های روی زمین به دنبال اینن که داروهای پیدا بشه، وسایلی پیدا بشه که عمر انسان 1 سال بیشتر کنه، 10 سال بیشتر بکنه. خیلی از انسان‌ها، الان خصوص کسانی که اعتقاد به الله متعال ندارن، بیشتر در این میدان و در این بحث‌ها دارن تلاش میکنن تا چند روزی به عمرشون اضافه بکنن. همه ما انسان‌ها در این احساس مشترکیم، در حب نفس، در جسممون، در زندگیمون، در رسیدن به کمال، در رسیدن به آرامش، در رسیدن به سکون و همه تلاش‌هایی که در زندگی صورت میگیره به دنبال همینه. به والله هیچ راهی جز یک ایمان زلال نمیتونه ما رو به این آرامش برسونه، به این جاودانگی برسونه. جاودانگی در این دنیا و در اون دنیا. ما با آرامش میرسیم، ما به جاودانگی میرسیم، ما به لذت میرسیم. زندگی انسان مؤمن با زندگی انسانی که ایمان نداره کاملا متفاوته. اصلا یک انسان مؤمن رو انسان میبینه، انسان مؤمنه، نه پول داره، نه ثروت داره، نه قدرت داره، نه جاه و مکانت داره، نه آنچنان مال آنچنانی داره، لنگکی زیر لنگکی بالا، نه غم دزد و نه غم کالا. اما این آدم چنان آرامش داره، چنان سکون داره، چنان استقامت داره در زندگی، چنان امید داره به زندگی، چنان تلاش و تکاپو داره در زندگی که میبینیم بزرگترین پادشاه‌های عالم ندارن. این از کجا پیدا میکنه؟ این رو از کجا به دست میاره؟ این قدرت از کجا میاد؟ این قدرت ایمانه. این قدرت اون قدرتی که در وجود انسان میاد و یک انسان جدید پیدا میکنه. یک انسان وقتی که به ایمان مزین میشه خود به خود خودش رو پیدا میکنه. انسان وقتی که ایمان داره، وقتی که در زندگی مشکلات اومد، وقتی که سختی ها اومد، وقتی که مصیبت ها اومد، خودش رو نمیبازه.
خودش رو دوباره پیدا میکنه، خودش رو دوباره رشد میده، دوباره حرکت میکنه، دوباره تکاپو پیدا میکنه. انسان با ایمان در زندگی لذت میبره، انسان با ایمان در زندگی شاداب زندگی میکنه. زندگی مؤمن با زندگی کافر فرق میکنه. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله متعال میفهمد آیا انسانی که مؤمنه، مواظب خودش هست، خط سرخ‌ها رو رعایت میکنه، یک نیرویی در درونش ایجاد شده که این رو با الله متعال ارتباط داده. این نیرو زندگیش رو عوض میکنه. این نیروست که یوسف علیه السلام رو پشت 7 در بسته، درهای قفل شده، جوان، زیبا، زیبارو، در اوج جوانی و زیبایی، در مقابل یک زن دیگه که جوانه، که زیباست، که درهای بسته پشت سرشه، که طلب از هدف خود زن هست، که هیچ کسی هم نمیتونه مانع لذت و کامجویی یوسف علیه السلام بشه. این مگه لذت نیست؟ مگه الله تعالی نفهمون زین للناس حب الشهوات؟ مگه هر مردی در وجود شهوت نیست؟ مگه دوست نداره شهوت رو؟ مگه دوست نداره این لذت رو؟ این طبیعت هر انسانی است. چی میشه که اینو ترک میکنه؟ اون لذت ایمانه. اون لذت یک نیروی عظیمتر از این لذته. اون لذت که ایمان وقتی در وجود میاد، این لذتی وقتی که طرف نگاه میکنه، اون لذت ایمان چنان این رو شیفته خودش کرده که این شهوت دیگه اصلا براش لذت نیست، بدش میاد اصلا. معاذ الله، این چین، پناه به خدا. اصلا این مفاهیم عوض میشه، معاییر عوض میشه. انسان مسلمان برای خودش مبنا داره، انسان مؤمن در زندگی برای خودش یک میزان سنجش متفاوتی داره، زندگیش فرق میکنه. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا اون کسانی که دنبال بدی ها هستن، گناه میکنن، اجترحوا السیئات یعنی کسبوا السیئات، کسانی که گناه میکنن در زندگی، آیا گمان کردن که من الله با عظمت زندگی اینها و مرگ اینها رو برابر قرار میدم؟ سواء محیاهم، دنیای اینا فرق میکنه قبل از آخرتشون، قبل از مرگشون. سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون، کسانی که همچین حکم میکنن خیلی حکم بدی کردن. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. آیا مؤمن مسلمان با یک انسان مجرم گناهکار ابلیسی اینا برابرن؟ چی شده شما رو که اینطور حکم میکنی؟ امکان نداره. این قانونه، اینا قانونای الله تعالی است، اینا قانون دنیاست. چطور دو تا میشه 4 تا؟ ایمان و کفر هم حکایتشون اینه. حکایت 2 تا 4 تاست. الله متعال افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. انسان مؤمن و انسان فاسق در زندگی برابرن؟ امکان نداره برابر باشن. احساس مؤمن، زندگی مؤمن، لذت ارتباط با الله نزد مؤمن، استقامت در زندگی نزد مؤمن، اهدافی که زندگی داره نزد مؤمن و مؤمن در زندگی داره، اون آینده‌ای که مؤمن می‌بینه، اون مسیری که مؤمن داره پیش میره، اون حرکت‌هایی که مؤمن میکنه، هرگز این زندگی ما می‌بینیم که دو نوع انسان در یک شرایط مساعد با هم زندگی میکنن، بلکه شرایط اصلا قابل مقایسه نیست. یک انسان مؤمن با یک انسان کافر، یک انسان مؤمن پایبند با یک انسانی که ایمان داره اما ایمان هم درجات داره دیگه. خودش ایمان ها با هم فرق میکنن. در دایره ایمان افراد متفاوتن. یک عده خارج از این دایره هستن، اونا که اصلا ایمان ندارن، خارج از این دایره. داخل خود این دایره هم اونایی که هرچی به مرکز نزدیکترن، به اصل ایمان، به زلال ایمان نزدیکترن، اونا ایمانشون بیشتره. اصل پیش انبیاست، اصل پیش اون اولیایی است که الگو هستن برای ما. فبهداه مقتده، اوج ایمانن. هرچی از این اصل دورتر میشیم ایمان ها ضعیفتر میشه. اما هست ماه رمضان میاد، کسی که خارج از ماه رمضان تن خودش رو میفروخت، یک خانومی مردی به دنبال همین چیزها بود، هر رابطه بدی که داشت نمازش رو نمیخوند، قطع رابطه کرده بود با دین و ایمان و باور. اما رمضان که میاد، به احترام رمضان، بچه مسلمونه دیگه، هر چی باشه توی محیط مسلمون به دنیا اومده او با اجدادش مسلمون بودن، اما کلمه شهادتینش رو میگه، بهش بگی ایمان داری، بگه برای مسلمونم، و خجالت میکشه بگه نه. اما اگر پیش خودش بشینه قضاوت بکنه، شرمش میاد که بگه مسلمونم، اما میگه مسلمونم.
اما بازم امیدوار هست. بازم وقتی که کعبه رو ببینه دلش میتپه برای اینکه بره زیارت کعبه. بازم وقتی که قرآن رو برمی‌داره ورق بزنه قداست قرآن براش هست، میبوسه رو سینه‌ش هم میگذاره. وقتی که دست بزنه بدون وضو نمیاد دست بزنه. وقتی که اینجا باز میکنه قرآن رو ورق میزنه یه نگاه میندازه خجالت میکشه. احترام هستین. رمضان میاد جوری خودش رو میگیره. رمضان میاد اون گناهانی که قبل از رمضان داشته انجام نمیده. یا بعضی روزها میرسه دوست داره بره مکه، اگه بهش بگی میره مکه چرا نره؟ حتما میره مکه. ایمان مونده، هنوز ایمان داره، هنوز ایمان داره. این شخص ایمانش کمتر از اون شخصی است که همیشه همینطوره. یعنی چارجش کم شده، نیاز به چارج داره. این نیاز به تقویت ایمان داره. این نیاز داره که لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم یا ایها الذین آمنوا آمنوا. همه ما مؤمنان، همه ما انسان ها بلا استثنا، همه ما مسلمان ها، همه ما نیاز داریم که ایمانمون رو تقویت کنیم. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمانی که داشتیم رو تقویتش کنیم. ایمان با اعمال صالح تقویت میشه. ایمان هرچی عبادت ها بیشتر میشه ایمان بالاتر میره. قل انما انا بشر مثلکم، بگو من انسانی مثل شما هستم ای پیامبر. یوحا الیه، به من وحی میشه. فرق من و شما اینه که من وحی میشه. انما الهکم اله واحد، خدای شما یک خداست، الله متعال. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید ملاقات الله تعالی رو داره، ایمان داره به الله تعالی، به روز قیامت، با اون لحظه که ملاقات میکنه با الله تعالی، فلیعمل، باید عمل کنه، عملا صالحا، عملی که صالح باشه، درست باشه. ولا یشرک بعبادت ربه احد، و شرک هم نکن هرگز. عمل در ایمان، عمل در ایمان بسیار مهمه و اینه که ما رو رشد میده در ایمان. و مراتب درجات ایمانی هم باز برمیگرده به میزان خود این عملی که ما انجام بدیم و این عمل برخواسته از اون ایمان. هرچی ایمان رشد میکنه عمل پررنگتر میشه، هرچی رابطه با الله دوستانه تر میشه. انسان هرچی محبتش به یک ذات، به یک شخص بیشتر میشه، خود به خود رابطش با اون بیشتر پررنگتر میشه، رفت آمدش بیشتر میشه، صحبتش بیشتر میشه، از رابطه با اون لذت میبره. وقتی که میشنویم در شب ازدواج صحابی میاد به خانه، شب اول زندگیه، عروس خانم رو تازه آوردن در حجله، اجازه میگیره، اجازه بده من یک 2 رکعت نماز بخونم. چرا؟ عروس پیشش نشسته، حلال، حرام هم نیست. شب ازدواج رو خیلی ها میگن زیباترین شب زندگی انسانه، زیباترین لحظاتشه. الان میگه باشه برو یک 2 رکعت نماز بخون. میره تو اذان صبح نمازش دور میکشه. دوباره چی میگرده این آدم؟ کجاست این آدم؟ در کدوم دنیا این آدم سیر میکنه که ما نمیتونیم درکش کنیم؟ چرا این مفاهیم برای ما تعریف شده نیست؟ چرا نمیتونیم این رو ما در زندگی خودمون مشاهده بکنیم؟ یک انسانی در شب ازدواج عروس اینجا نشسته منتظر، بعد از روزها انتظار تازه به هم رسیدن، 2 رکعت میخواد نماز بخونه، نمازش انقدر طولانی میشه. مشکلی نداره با عروسش، مشکلی نداره با خانمش، قهرم نیستن، دشمنم نیستن، انسان هم هست، اما یک نیروهایی در وجود این شخص هست که این نیرو براش خیلی ارزشمندتره، خیلی لذت بخشتره. رفته 2 رکعت نماز بخونه، چنان غرق در این رابطه شده، چنان شیفته و شیدای این عبادته که اصلا از خود بی خود شده، متوجه نیست. نه که عمدن بخواد لج خانمش رو در بیاره. اذان صبح میشه، شب بعد این حکایت تکرار میشه، 2 رکعت نماز بخونم. خانم به احترام شوهر نمیتونه بگه نه، میتونه منعش کنه از ارتباط با الله تعالی، اما این 2 رکعت نگو که دو دنیا بگو که این دنیا طول میکشه تا اذان صبح. باز اونم اذان صبح بلند میشه میره برای مسجد، باز این حکایت تکرار میشه. آخر خانم میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله حکایت این گونه است، و اون رو باز تذکر میده رسول صلی الله علیه و سلم. این قدرت ایمانه. شب ازدواج حنظله صحابی ازدواج کرده با خانمش در مدینه منوره، همون شب تازه به هم رسیدن. حنظله ابن ابی عامر باباش از بزرگان مدینه است، مسلمان نشده، کافره. اون طرف خانمش هم دختر عبدالله ابن ابی رهبر منافقین مدینه است که از سرداران مدینه در پست و مقام و ثروت.
اون یکی میشه گفت شاهزاده است، این یکی هم شاهزاده است. اینا دو تا بچه مسلمونن، مسلمون شدن. حنظله مسلمون شده، خانمش هم مسلمون شده. بابای هر دو تاشون کافرن و از بزرگترین دشمنای اسلام. ازدواج میکنن. ازدواجشون مصادف میشه با شب جنگ احد. فردا احده. امشب ازدواجه. حنظله ازدواج میکنه. امشب ازدواج میکنه. اذان صبح شمشیرش رو برمیداره، حرکت میکنه میره. حرکت میکنه میره کجا؟ میره احد. جنگه. 3000 نفر تا بن دندان مسلح اومدن برای کشتن. اومدن تا خنوقم کنن. میره اونجا. شهید میشه. کشته میشه. میتونست به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه یا رسول الله من دیشب تازه ازدواج کردم، منو مرخص میکنید از جنگ. اما هرگز نمیگه اینو. شهادت براش خیلی زیباتر از ازدواجه. رفتن پیش الله تعالی براش خیلی زیباتر از ماندن پیش همسره. این چیه؟ این نیروی ایمانه. اون طرف خانمش رو نگاه کنید. خانمش در شب ازدواج، صبح ازدواج، در همین بحبوح و گیراگیر جنگ که داره میره با همسرش هم بستر میشه. در احد رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که میبینن حنظله رو فرشتگان دارن غسلش میدن، شهید و کسی غسل نمیده وقتی که در معرکه کشته بشه، تعجب میکنن. فرشتگان اومدن حنظله رو بردن با آسمون در یک ظرفی از طلا آوردن، کاسه هایی از آب زمزم شستنش، آوردنش روی زمین گذاشتنش و صحابه وقتی که حنظله رو به قبر میگذاشتن هنوز از موهای مبارک و نازنینش داشت آب میچکید. تعجب کردن. برید از همسرش بپرسید که حکایت چیه؟ چرا اینو غسلش دادن؟ رفتن گفت بله حنظله فرصت نکرده بود که غسل بکنه و رفت به جنگ. از بس شوق شهادت داره فرشتگان اون رو غسلش میدن. گفتن به همسرش که چرا این کارو کردی؟ مگه نمیدونستی جنگه؟ کشته میشه آدم. چرا این کارو کردی که غسل واجب بشه براش؟ جواب همسرش رو گوش کنید. اونم کمتر از حنظله نیست. همسر حنظله است. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. این دوتا مثل همن. گفت شب خواب دیدم که حنظله به سمت آسمون رفت، آسمان دهن باز کرد، حنظله رفت، دهن آسمان بسته شد، برنگشت. یقین داشتم که حنظله در این جنگ کشته میشه و بر نمیگرده. دوست داشتم که از این انسان مجاهد شهید در راه الله تعالی یادگاری پیش من بمونه. نمیخواستم که رابطه من با این قطع بشه. روز قیامت میخواستم ثابت بکنم که این همسر منه، اینم بچهش، دلیل من، پسرش. بعداً عبدالله به دنیا آمد. عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. و خانمش میتونست که خانم بود، میتونست بگه شاهزاده هم بود، میتونست بگه خب خوابم دیده بود، خبرم داشت کشته میشه، میگذاشت همون دوشیزگیش باقی بمونه، بعدش ازدواج بکنه با هر کسی دلش میخواست. وضعیتش خیلی بهتر بود. ظاهرا یک دختر بیوه رو با یک کسی که دوشیزه است، خیلی متفاوته در جریان خواستگاری. اما چیه که این گونه این انسان‌ها در یک دنیای دیگه زندگی میکنن؟ ما الان چرا دور شدیم از این مفاهیم؟ چرا اینها اگر به والله بعضی از این حکایت هایی که در تاریخ اسلام از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم آدم میخونه و آنچه که از انبیای الهی در قرآن و صحابه ذکر میشه، اگر اینها به سند صحیح برای ما بیان نمیشد میگفتیم دروغه. ما الان تحملش برامون آسون نبود. خیلی از اینها رو ما چون نمیتونیم باور کنیم انکار میکردیم. اما اینها اون ایمان رو نداریم، اون احساسی که اونا داشتن نداریم. شاید دقیقاً تفاوت ما با اونها همینه. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ای صحابه ایمانی به مانند شما آوردند هدایت شدند. ایمانه، مسئله سر ایمانه. ایمان اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم که بله من الحمدلله من بچه مسلمونم، خدا رو شکر، نسل اندر نسل من مسلمان زاده هستم و نام من محمد هست، نام من احمد و حسن و حسین و علی و ابوبکر و عمر هم هست و عایشه و فاطمه و زینب هم اسمم هست. خب شما نماز صبح خوندید؟ والا سخته، آدم خواب بلند میشه. آخرین باری که شما نماز خوندی در مسجد کی بود؟ آخرین باری که نماز خوندم والا همین 2-3 ماه پیش مهمون اومده بود، داشتن میرفتن مسجد، با هم رفتیم مسجد نماز خوندیم. خب آخرین باری که شما قرآن خوندی کی بود؟ والا شروع انسان سرش شروع وقت نمی کنم نماز بخونم.
خب شما از این اذکار و اوراد چیزی بلد هستی بخونیم؟ ذکر، ورد، اینا چیه؟ دیگه شما الان روسری چیز خوبیه اگر استفاده بکنیم. والا تو خیابون آدم میره باز مسخره میکنن آدم رو. خب این همه آرایش میکنی، شما تشریف میبری بیرون، فکر نمیکنی با اون اسمی که روی خودت گذاشتی منافات داره با ادعای ایمان؟ والا خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. بده، زشته دیگه. آدم بعد میره بیرون میگن ببین این عقب مونده رو نقاب زده، این عقب مونده رو ببین چی کار کرده. این حکایت خیلی فرق میکنه با اون چیزی که الله از ما میخواد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. آیا این آیه که الله متعال در سوره انفال میفرماید، آیه دوم، مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام الله ذکر میشه دلشون میلرزه. طبیعت حب اینه. هر وقت انسان شیفته و شیدای یک ذاته، یک شخصه، تا اسمش میاد میبینیم یک نفری انسانی عاشق یک انسان دیگه است. تا اسمش میاد این طرف خود به خود یک نگاه میکنه، این طرف یک نگاه میکنه، اون طرف چی میگن درباره فلانی دارن صحبت میکنه، خود به خود درش میتپه. این نشانه حب واقعی است. الله تعالی میفرماید مؤمن کسی که وقتی آیات قرآن خونده میشه وجلت قلوبهم، دلش میلرزه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، نام الله گرفته میشه دلش میلرزه. وقتی آیات قرآن خونده میشه زادتهم ایمانا، ایمانش رشد میکنه، ایمانش بیشتر میشه. آیا ما هر وقت قرآن میشنویم اصلا حاضر هستیم قرآن بشنویم؟ در محفلی، در مجلسی، هر جا قرآن خونده میشه فکر میکنیم کسی مرده. در بعضی از مناطق ما اینطوری است، تا صدای قرآن از خوانی بلند شد فکر میکنیم کسی اینجا مرده، محفل ختم قرآنی برای مرده است. آیا حاضر هستیم مثلا قرآن گوش بکنیم یا نه؟ این خواننده ها و چرنده ها و خزنده های دور بر انقدر در گوش ما دارن میخونن فرصت نداریم. و یا وقتی که قرآن خوانده میشه آیا واقعا ما این ایمان در وجود ما تقویت میشه؟ اینها همه مسائلی است که نیاز داره ما شما در این باب صحبت بکنیم و ان شاء الله در خلال مسیر پیش رو این مسیر رو ادامه خواهیم داد. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني